خواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. مولی ما چخیل نیستم، ما مسلمانم. مسلمانی هیچ وقت کافر نبود. چه کلوبا را محکم نمیکنیم؟ دیسکوتیکا را محکم نمیکنیم؟ هیچ بود دموکراتی این چیز مال دموکراتی که باشه ما چیکار بفورا میکنم؟ چیکار بفورا میکنم؟ خود من یوکمش خود حجاب میکنم. تو جد ما چیکار داری؟ آپاش. ها. داریش روباریت. بعد اما روباریت هم گفت پیش ما به ما خودم خچگاه میزنم. که مرا بیاره در کدام اساس حق داره که سطری مرا اما بکشه. قانونش نشون تو. بیا آخه من قانون تاجیکستان چیکار دارم؟ من نمیخوام که کلوب محکم شه. چون محکم نمیشه؟ قانون تاجیکستان چیکار در تاجیکستان زندگی کسی چیکار